اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اصحابه الاتقیاء المجاهدین. خاطر شریف عزیزان هست که در جلسات پیشین تحقیق و مدیریت فرایند حل مسئله تعریف کردیم، یا فعالیت منظمی که از تجزیه و تحلیل داده ها شروع میشه و در نهایت با حل مسئله به نوآوری ختم میشه. بیان کردیم که نخستین گام برای اینکه انسان مسئله را حل بکنه اینه که با یک مسئله مواجه بشه و از میان مسائل مختلف و مشکلات متعددی که وجود داره یکی رو به عنوان مسئله پژوهشی انتخاب بکنه. اما پرسش اینجاست که چه راههایی برای شناسایی مسائل و دسترسی به مسئله وجود داره. این راهها به صورت عمده در چند محور کلی قابل طبقه بندی و فهرسته. البته برخی از این راه ها ممکنه و برخی دیگر قابل بازگشت باشه به دلیل برخی از زوایای مهمی که داره تفکیک شده به عنوان یک راه مستقل برای دسترسی به مسائل مورد توجه قرار گرفته. در مجموع 7 راه برای شناسایی مسئله تحقیقی وجود داره که به اختصار هر یک از اینا رو از نظر میگذرانیم. اولین راهی که در این زمینه وجود داره زندگی اجتماعی. ما چه به تحقیق به عنوان یک رویکرد نگاه کنیم، چه به عنوان یک مهارت و فرایند، چه به عنوان یک رویداد، زندگی اجتماعی منبع بسیار مهمی برای تولید مسئله است. زندگی اجتماعی درش تحولاتی وجود داره. این تحولات گاهی به صورت طبیعی در جامعه رخ میده، گاهی عناصر اثرگذار، شخصیت‌های فکری، دانشمندان، رهبران، سیاستمداران، هر کسی به یک شکلی که جزو افراد اثرگذار به حساب می آیند در زندگی اجتماعی تحولات و تغییرات را به وجود می آورند. به صورت طبیعی هم هر انسانی وقتی با دیگران مواجه میشه تفاوت‌های را مشاهده میکنه. اندیشه ها متفاوت، انگیزه ها مختلف، علاقه ها متنوع، سلیقه ها رنگارنگ، لهجه ها، زبان ها، تفاوت های جدی درش وجود داره. ایجاد پرسش میکنه چرا چنینه؟ چطور میشه که این وضعیت ها رخ میده؟ چه اتفاق میفته که اگر یک نفری در یک منطقه سکونت داره زندگی میکنه، به لحاظ قد و قامت و رنگ و خطوط چهره به شکلیه و اگر همون فرد به منطقه دیگری زندگی کنه نسل بعدش ممکنه درش تفاوت‌هایی به وجود بیایه. فردی که در زندگی روستایی نفس میکشه، در ده نفس میکشه، اگر به زندگی شهری ورود پیدا کنه یا برعکس فردی که در شهر زندگی میکنه در زندگی دهاتی ورود پیدا کنه، تفاوت‌هایی در اینا به وجود میایه. کسانی که در کوهپایه ساکنن اگر در دشت بیاین، اگر در کنار رودخانه و دریا زندگی کنن، تفاوت‌هایی درشون به وجود میایه. تک تک اینها مسئله آفرینه. کسانی که مهارت شناختی لازم دارن، خوب میبینند، خوب میشنوند، خوب به حافظه میسپارند،
خوب مقایسه میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، بی تردید به مسائل تازه تری دسترسی پیدا میکنن. از منظر دیگر هم به هر حال زندگی اجتماعی میتونه برای انسان مسئله آفرین باشه، و اون این که گاهی ممکنه فراز و فرودی در زندگی به وجود بیایه، تحولات با قاعده وسیع. هر یک از این تحولات وقت پرسش ایجاد میکنه چی باعث تحول میشه، چی موجب تغییر در اوضاع اجتماعی میشه. فردی که در ده زندگی میکنه، این فرد در همدلی و همراهی با دیگران ممکنه متفاوت عمل کنه از او کسی که در شهره. ما چیزی به نام اثر ناظر کنارگیر را داریم که در شهرهای پرجمعیت تأثیرش بسیار بالاست. حادثه اتفاق افتاده، کسانی اونجا جمع شدن، فردی زخم برداشته، تصادف کرده. اگر کسانی اونجا به عنوان ناظر کنارگیر حضور دارن، فرد جدیدی هم که وارد میشه کمتر دست به اقدام میزنه، در حالی که ممکنه در ده این گونه نباشه. اگر در شهرهای کوچک کسی از ما موبایل طلب کنه برای که تماس بگیریم، برای که تماس بگیره با کسانی دیگر، یک رقم تعامل میکنیم، و اگر در شهر باشه به شکل دیگر. اینا همه حکایت از تحولاتی داره که در منش افراد در مراکز مختلف و در مناطق مختلف به وجود میآید و به وجود میاره. بنابراین یک از راه‌های دسترسی به مسائل تحقیقی خود زندگی اجتماعی، فردی که در اجتماع مخصوصاً با چشم مسئله یا به مسائل مواجه میشه، ذهنش مالامال از پرسش ها و مسئله هایی میشه که هر یک از اینها او رو وادار به تحقیق و پژوهش میکنه. سرچشمه دوم برای دسترسی به مسائل پژوهشی، زندگی تحصیلی و پرسش های بی‌پاسخیه که به همراه داره. با تاریخ هر یک از رشته‌های علمی وقت انسان مواجه میشه، ملاحظه میکنه که دانشمندان در مراحل مختلف زندگیشان اندیشه های متفاوت و رو به رشدی را تجربه کردن و عرضه کردن. هر یک از شما عزیزان در هر رشته‌ای که تحصیل میکنید، اون وقت میتونید رد پای از این تحولات در افراد، در مکاتب پیدا بکنید. اگر شما فلسفه میخوانید، میتونید سیر تطور فکر فلسفی را از یونان به جهان اسلام، از جهان اسلام به نهضت ترجمه دوم ملاحظه کنید. چی شد که فلسفه ارسطویی وقت آمد در شرق جهان اسلام بوعلی را ساخت، ولی در مغرب اسلامی در اندلس رفت ابن رشد ساخت؟ چی شد که همین اندیشه به دست اندیشه های بوعلی سینا به دست غزالی و فخررازی افتاد، یک اندیشه ای را متحول ساخت و به بار آورد، به دست شهاب الدین سهروردی افتاد، به شکل دیگری مایه زایایی و تولید علم شد؟ چی شد که همین اندیشه های شیخ اشراق در خواجه نصیر طوسی یک رقم تحول را به وجود آورد در فردی مثل قطب رازی یا قطب شیرازی یا شهرزوری، شکل دیگری از اندیشه ها را پدید آورد؟
چی شد که غزالی اون همه تحولات فکری رو پشت سر گذاشت؟ تجربه کردن افکار مختلف، اندیشه های مختلف. خب وقتی انسان با این پرسش های بی پاسخ در دوران تحصیل مواجه میشه، و وقت بر او مسئله ایجاد میکنه، دغدغه ایجاد میکنه. چطور شد که امروزه ما با اندیشه های مختلفی در مغرب زمین مواجهیم؟ نسبت به انسان در فلسفه قبل از قرن 19 حرف‌های زده میشد، ولی از او به بعد حرف‌ها شکل دیگری به خودش گرفت. کارهایی که دکارت انجام داد، فیلسوفان انگلیسی انجام دادن. کارهایی که فیزیولوژیست ها در آلمان و اتریش انجام دادن. تلفیق اینها در نهایت به رشته جدید و شاخه جدید به نام روانشناسی منتهی شد. همین روانشناسی توسط ووند شکلی به خودش گرفت و بعد در آمریکا توسط رفتارگرایان مثل واتسون و دیگران شکل دیگری به خودش گرفت. اسکنر اندیشه متفاوت‌تری را عرضه کرد. بندورا از هر ستا متفاوت‌تر اندیشه عرضه کرد. مکتب کارکردگرایی ویلیام جیمز و دیگران و بعد همینا تبدیل شدنشون به مکتب‌های روانشناسی کاربردی. کارهایی که فروید در اتریش انجام داد، شاگردانش یونگ و آدلر و دخترش آنا و کسانی دیگر انجام داد، اینا همه سوال ایجاد میکنه. فقیهانی که احیانا در یک شهری مثل مدینه نفس کشیدن، روش‌شناسیشون متفاوت از فقیهانی که در عراق یا در فلسطین حضور داشتن. شما در میان اهل سنت مکاتب فکری مکاتب فقهی مثل حنبلی و مالکی رو مقایسه کنید با حنفی و شافعی. تفاوت‌ها رو به خوبی آشکار می‌بینید. تفاوت‌هایی که میان منابع و روش‌های مختلف فقهی اهل سنت با اونچه که در مکتب اهل بیت وجود داره، تفاوت‌ها رو جدی‌تر مشاهده می‌کنید. نه همه پرسش ایجاد می‌کنه، سوال ایجاد می‌کنه. منبع سوم برای دسترسی به مسائل متون و منابع تحصیلیه و همینطور منابع غیر تحصیلی، که این متون و منابع تحصیلی و غیر تحصیلی چه آموزشی باشن چه پژوهشی، اینا هم سوال ایجاد میکنن، پرسش ایجاد میکنن، مسئله تولید میکنن. هم سوال از علم خیزد هم جواب، همچنان که خار و گل از آب و خاک. انسان وقتی حتی فهرست یک کتاب ملاحظه میکنه، عناوین یک کتاب ملاحظه میکنه، همون باعث میشه که ذهنش درگیر شه، ذهنش جولان داره، خلاقیت داره. وقتی مطالعه عمیقی باشه، با مطالعات عمیق انسان افقهای تازه تری فرارویش باز میشه. هرچی این مطالعات متنوع تر باشه، عمیق تر باشه، دقیق تر باشه، همراه با فکر کردن بیشتر باشه، در تولید مسئله هم مؤثرتره. یه گفتن ذهنی که وارداتش زیاده محقق نمیتونه باشه، اما ذهنی که روی منابع و اطلاعات مطالعه شده تأمل میکنه، دقت میکنه، بر اون مسئله تولید میکنه، نکته لطیفیه. تجربه همین رو نشان میده که انسان هرچه در این زمینه متون و منابع تحصیلی و غیر تحصیلی رو با نگاه دقیق و با چشم مسئله یاب نگاه بکنه، ذهنش مالامال از اندیشه ها و مسئله های تازه میشه و انسان اصلا سرگردان میشه که کدام یک از مسائل دنبال کنه. در اولویت بندی مسائل گرفتار آشفتگی و پریشانی میشه. راه چهارم مراکز علمی و پژوهشیه. هر یک از مراکز علمی و پژوهشی
در صورتی که به وظایف ذاتیشان عمل بکنن فراخوان‌هایی دارن، سمینارهایی دارن، نشست‌های علمی دارن، سعی میکنن میراث گذشته را به نسل آینده منتقل بکنن با انبوه از مسائل مختلفی که محققانشان مواجه شده و سعی میکنن این مسائل رو فهرست کنن، طبقه بندی کنن، اولویت بندی کنن و در اختیار محققان جوان یا محققان کارآزموده قرار بدن، برای اینکه این افراد با تحقیق و پژوهش سعی کنن که به یافته های تازه تری دست بیابند. اگر فراخوان‌های مقالاتی که در فضای مجازی در دنیای جدید وجود داره انسان ملاحظه کنه، وقت میدانه که چه دریایی از معارف و چه دریایی از مسائل، پرسش‌ها و چالش‌ها در جامعه انسانی وجود داره. فضای مجازی سهولتی در ارتباطات رو به همراه داشته و همین هم باعث میشه که گاهی حتی مسائل جوامع دیگر بدل شه به مسائل برای یک محقق که در فضای فرهنگی دیگری تنفس میکنن. بحران معنا، بحران زندگی معنوی در جامعه غربی هرچند ممکنه مسئله امروز ما نباشه، ولی در جامعه ما تولید سوال کرده، تولید پرسش کرده، تولید مسئله کرده. محققانی در پی پاسخ گفتن به این مسائل برآمدن، چون که از او طرف هم کسانی وقتی با وضعیت زندگی جوامع مثل جامعه ما مواجه میشن، برای اونا هم پرسش هایی به وجود میآید و این پرسش ها نیازمند تبیین و تحلیل روشن و دقیق. منبع پنجمی که در این زمینه وجود داره پرسش از اساتید محقق. البته اینکه قید محقق برای اساتید آوردیم برای این دلیله، به این دلیله که اگر استاد محقق نباشه دغدغه های ذهنی خودش ممکنه به دانشجو و طلبه منتقل کنه. وقتی دغدغه های ذهنی کسی دیگری وارد ذهن ما بشه، یعنی یک مسئله تحمیلی وارد ذهن ما شده و این مسئله تحمیلی بی تردید به یک راه حل مطلوبی منتهی نمیشه. استاد محقق از علاقه ها، مطالعات پیشین، دغدغه ها، فعالیت های علمی پیشین دانشپژوه میپرسه و بعد از پرس و پال ممکنه یک مسئله را با او متناسب ببینه و وقتی این مسئله را متناسب دید پیشنهاد کنه و همون را هم دنبال بکنن. و این بسیار ارزشمنده. تجربیاتی که این اساتید دارن میتونه کمک بکنه برای دانشپژوه، برای که بتونه به خوبی از پس مسائل بر بیایه. در او گام‌های اول هیچ اشکالی نداره که ما از اساتید محقق هم بپرسیم، هرچند نباید به تنبلی عادت بکنیم، بلکه تأملات شخصی و چشم مسئله یاب داشتن خودمون باعث بشه که خود وارد ماجرا بشیم. اما وقتی که به هر دلیل یک مقداری گرفتار چالش و بنبستیم، خوبه که از تجربیات بزرگترها بهره بگیریم. تک تک این راه‌های پنجگانه بدون تأملات شخصی و بدون داشتن چشم مسئله یاب راه به جایی نمیبره. به همین دلیل خود محقق نیازمند اینه که با نگاه نافذ، دقیق، همه جانبه و عینی خودش به مسائل سعی بکنه که برای خودش تولید فکر بکنه، تولید مسئله بکنه. اصلا داشتن چشم مسئله یاب، کشف مسئله، این خودش یک کار بسیار ارزشمندیه و ارزشمندتر از حل مسئله است. نفس همین که انسان بتونه مسئله هایی را پیدا بکنه و این مسائل هم صورتبندی دقیقی براش ارائه کنه، میتونه کمک بکنه برای سایر محققان برای فراروی از مرزهای دانشی. این گام اول برای حل مسئله بود که بحث انتخاب مسئله است. البته شناسایی مسئله، که بعد از شناسایی مسئله اون وقت
نوبت به انتخاب مسئله میرسه که با چه معیارهایی باید دنبال بشه. در جلسه های آینده به توفیق الهی به معیارهایی که برای انتخاب مسئله وجود داره خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.